البته هدف ما این نیست که نعوذ بالله ما مرجئه هستیم، یعنی در تکفیر کردن یک کسی تاخیر میکنیم. ما کافری که واجد شرایط است و موانع هم موجود نباشه او را کافر میگیم. شما مرد شوی، شما مسئولیتتان ادا کنی. نعمت بزرگی که الله سبحانه و تعالی به یک تعداد از جوانان نصیب کرده که عقیده توحیدی الله سبحانه و تعالی را فرا گرفته، او مسئولیت خود ادا کنه و شکر همین نعمت بکشه که لا اقل در فامیل خود، در منطقه خود، در مردم خود خدمت کنه، مردم از این موضوعات ضروری. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، به تمام برادران مؤمن و مجاهد، متدین، دلسوز، کسانی که خصوصا در راه دعوت روش رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش گرفته، بالخصوص جوانان تاجیکستان ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این روزها بسیار مسائل داغ در بین برادرای جوان ما موضوع تکفیر است که یک تعداد هیچ وظیفه دیگری نداره به جز از اینکه فلان کافر است و فلان مرتد است و این موضوعات خیلی زیاد سرازیر می سازه. ما یک پیام دلسوزانه، مشفقانه و مسئولانه را به ای جوانای دوست خود تقدیم میکنم، نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که الدین و النصیحه، دین عبارت از خیرخواهی است. به خاطر خیرخواهی امی جوانای مؤمن خود ما یک چند سخن مختصر دارم. اول موضوع تکفیر موضوعی است که از طرف الله و رسول الله سبحانه و تعالی تعیین میشه. این در اختیار ما نیست که کسی را کافر بسازیم و کسی را مؤمن بسازیم. اگر یک کسی امو شرایط کفرش موجود باشه و موانع موجود نباشه کافر است. اگر تو برش کافر بگوی یا نگوی کافر است. اگر نیکی موجود نباشه، اگر هزارها مرتبه تو برش کافر بگوی کافر نمیشه. یعنی ما معیار برای کافر ساختن کسی و کافر نساختن کسی نیستیم. بله، یکی از جمله ضرورات عقیده اسلامی همی است که کافر که یقینا کافر باشه را باید کافر بگوییم. اما در این اواخر یک موضوع دیگری که در مورد او شخصی که فتوای کفر داده میشه، یعنی او در ظاهر کلمه شهادت میخوانه لیکن مرتکب شده باشه یکی از جمله نواقض اسلام، در این صورت این آدم اگر کسی کافر بگویه چطور است؟ این موضوع بسیار داغ است و با تاسف که وقت خیلی بزرگ جوانای ما را هم گرفته. در این مورد اول این موضوع بسیار خطرناک است. از موضوع تکفیر خودداری کردن به خاطر ضرور است. البته منظور می نیست که کسی کافر باشه ما کافر نگوییم. منظور میست که کسی کافر شرایطش پوره نباشه، موانع دور نباشه، او را کافر گفتن در این مورد احتیاط بکار است. به خاطر که اگر کسی را ما کافر بگوییم معنایش ایست که دیگه او در خونش، مالش، آبرو و عزتش کلش هدر میده، یعنی قابل احترام نیست و همچنان دعا برش نمیتانیم. در حالی که موضوع کافر ساختن خصوصا از شخص معینه، این موضوع است که بسیار دقت کار داره، علم کار داره، معلومات کافی کار داره. موضوع نیست که هر کسی در سر چوک بخیزه و یک کسی را بگوید که کافر است یا نیست. از او خاطر دوستای گرامی، ما براتان فقط مختصر میگم که یکی از جمله شرایط کافر شدن یک کسی است که موانع تکفیر موجود نباشه. یکی از موانع عذر جهل است، یعنی یک آدم اگر جاهل باشه اینمی عذر شده میتونه برای ازو که او کافر نمیشه. این موضوع اتفاقی است، هیچ کس در خلاف نداره که یکی از موانع تکفیر جهل است. تمام معلومات علما و کتابای سابقه که جمع کنه از اینمی او طرف تجاوز نمیکنه. خلاصیش دینمی میبره که جهل یکی از جمله موانع تکفیر است، ولی اختلاف دایسته که در کجا محقق میشه، در کجا ثابت است و در کجا پیدا نمیشه و محقق نمیشه. دی اختلاف است.
پس از او خاطر ما در موردی مردم خود ما و شما میگیم که فرق میکنه در بین این موضوع موجود بودن جهل و عدم جهل فرق داره. وظیفه اول ما و شما دوستا و جوانای دعوتگر است که ما اول لا اقل اقارب خدا به توحید آشنا بسازیم. مردم بیچاره که سالها از این مسائل دور بوده و حتی علمایی که بوده بعضی موضوعاتی که حتی از جمله نواقض اسلام شمرده میشه این علما او را مسئله دین برشان معرفی کرده، مردم او را من حیث مسئله دین انجام میده. از او خاطر آیا اینطور مردم ما اگر مرتکب امچو گپ شوه کافر گفته میتونیم یا نه؟ از او خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در حق او مردمی که با پیر خود استغاثه میکنه برش میگه که عمل کفر است ولی من یا این مردم کافر گفته نمیتونم. اگر من خودم این عمل انجام بدم من کافر هستم به خاطری که من علم دارم، اما این مردم علم نداره از او خاطر عملش کفر گفته میتونیم لیکن خودش کافر گفته نمیتونیم. از او خاطر مردم ملت ما و شما سالهای متمادی در جهالت غرق هستند. موضوع توحید، موضوع یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی را به طریق تفصیل هیچ یاد نداره، حتی علما یاد نداره. از امو خاطر ترحم بالای مردم بکار است. بجای از اینکه شما بخیز یکی دیگه خود کافر بگویه و نزاع و جنجال در بینتان شروع شده کلی وقتتان ضایع میسازید در این گپا، شما مرد شوی، شما مسئولیتتان ادا کنی. نعمت بزرگی که الله سبحانه و تعالی به یک تعداد از جوانان نصیب کرده که و عقیده توحیدی الله سبحانه و تعالی را فرا گرفته، او مسئولیت خود ادا کنه و شکر همین نعمت بکشه که لا اقل در فامیلی خود، در منطقه خود، در مردم خود خدمت کنه، مردم از این موضوعات ضروری آگاه بسازه. بجای از اینکه شما پدر و مادرتان مرتد گفتن اعوذ بالله سلام و کلام خوبش هم رایش نکنی و حتی دعا برش نکنی، برای از توحید یاد بده. این مسئولیت شما است و این موضوع مهم است. بجای از اینکه شما در صفحات اجتماعی یکی دیگه تان متهم بسازی که تو مرتد هستی و تو نیستی گفا، شما مسئولیت تان ادا کنی. در روز قیامت پیش الله سبحانه و تعالی جواب میگه که چقدر در این موضوع شما قدمی راسخ گذاشته. موضوع توحید از همه موضوعات کده اولترین موضوع است. نوح علیه السلام 50 سال کم 1000 سال موضوع توحید در بین قوم خود دعوت داده. از امو خاطر است کسی که اعتراض داره که اینمی مردمی که اهل سلف از غیر از توحید دیگه چیز یاد نداره، مهم موضوع امی موضوع است. از او خاطر شما جوانا را به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی توصیه میکنم که موضوعات پشت سر بگذاری، کوشش بکنی، تلاش بکنی که در اقاربتان، در منطقهتان، در مردمتان این عقیده را برسانی. یک دفعه مردم از این آگاه کنی، بعد از او اگر مرتکب نواقض بشه بعد از او باز فتوا بده. در حالی که ما و شما نه اهل فتوا هستیم، نه خودی ما همون قدر معلومات در این مسائل داریم. امیالی او کسایی که دم از تکفیر میزنه، شما باور به الله بکنی نظر به قاعده و قانون خودش در کفر داخل میشه. نه، بجای از اینکه نعوذ بالله خود کافر بسازی و مسلمان دیگر بدون کدام وجه شرعی کافر بگویی، دنبال این مسائل بگذاری، در صدد ازی شوی که چه قسم عقیده توحید در ملت خود ما و شما شایع بسازیم، عام بسازیم، مردم بدانه حقیقت دینه. جزاکم الله خیرا. این موضوع را به خاطر که بسیار سری زبانها شده و اکثر اوقات جوانای ما سری میزای میشه، به این خاطر ما چند کلمه را بیان کردم. البته هدف ما این نیست که نعوذ بالله ما مرجع هستیم، یعنی در تکفیر کردن یک کسی تاخیر میکنیم. ما کافری که واجد شرایط است و موانع هم موجود نباشه او را کافر میگیم، لیکن اشخاص معینه به طریق دقت آدم نمیتونه که چی بتونه محقق بتونه که بله اینمی نواقض دایی موجود شده یا نشده. از او خاطر این چند کلمه را برای شما بیان کردم. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل به ما و به شما هم نصیب بکنه که در راه خدمت توحید الله سبحانه و تعالی ما و شما سبب شیم که مردم ما و شما از حقیقت دین آگاه شوه. جزاکم الله خیرا. الله سبحانه و تعالی در هر میدان شما را کامیاب بسازه
و توفیق بیشتر دعوت یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی را برای همه ما و شما نصیب بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این شاید صحبتی 13مین ما در کشف شبهات مرجئه ها از جهمی ها و عازری ها در مسئله العذر بالجهل است. و در این صحبت به شما بنده می خواهم منهج اهل سنت و الجماعت را بیان نمایم. بله، اهل توحید، منهج اهل سنت و الجماعت همین است که وقتی که یک مسئله را در اساس قرآن و سنت و فهم سلف این امت ما فهمیدیم، آموختیم، قبول کردیم، تصدیق کردیم، بعد از این به سخنی کسی خواه عالم باشد یا طالب علم یا غیره این مسئله را ترک نمی کنیم. این در همه مسائل است، خواه اعتقادی و خواه فقهی، خواه از باب اصول دین اعتقادی باشد، خواه از باب احکام باشد. امروزها یکی از مشکلی هایی که در بین برادران و خواهران بنده مشاهده می کنم این است که یک مسئله را دیدند، فهمیدند، آموختند در اساس قرآن و سنت و فهم سلف این امت. مثلا مثال بیاوریم با بهتر است، زیرا که با مثال آوردن مسئله واضح می گردد. بالمثال یتضح المقال. موضوع یا مسئله العذر بالجهل، جهل عذر بودنش یا نبودنش در شرک اکبر و کفر اکبر. ما در این سالهای بگویم یک چند به برادران و خواهران اهل توحید گشته و برگشته یک چند مراتبه این موضوع را به راه‌های گوناگون بیان نمودیم که در اساس قرآن و سنت و اجماع سلف صالح جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. دلیل ها را هم گوناگون به هر نمود از قرآن و سنت و از اجماع ذکر کردیم. حلقه های زیاد وجود دارد، هم در بیان ایمان، هم در بیان شرح لا اله الا الله کلمة التوحید، و هم در بیان خود توحید. حلقه های مخصوصی را خاص برای همین موضوع ترتیب دادیم. و این چنین همه شما شاهد هستید که در این وقتهای اخیر با اهل بدعت در این مسئله بحث‌های، مناقشه‌های طولانی شده است به مانند مدخلی‌های تاجیک، جهمی‌های تاجیک و این چنین به مانند مرجئه افغان و غیره که اونها جهل را عذر می‌دانند و مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف این امت هستند. ما به همه شبهات اونها جواب دادیم، به همه دلیل‌های اونها جواب دادیم، به همه خیانت اونها جواب دادیم و به شما بار دیگر دلیل‌ها را تکرار کردیم. همه این به خاطر چی است؟ به خاطر خودمان را در بین مردم رکلام کردن نیست، بلکه به خاطر این که شما برادران و خواهرانم از این موضوع از همه جانبش آگاه باشید. علماء السوء، علمای طاغوتی از قبوری ها و مرجئه های غلات و این طاغوت پرستا این موضوع را پنهان کردند و این موضوع را به شما نرسانیدند، در حالتی که این موضوع اصل تکفیر مشرکین از اصل دین است، بگویم از رکن یا اصل توحید است. توحید بدون تکفیر کردن مشرک به وجود نمی آید، زیرا که تکفیر مشرکین این
از رکن کفر بالطاغوت است و کفر بالطاغوت رکن توحید است. این یک مسئله بزرگ که 100 ساله ها در بین مردم ما بگویم پنهان شده بود، نابود شده بود، الحمدلله امروز به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی منتشر شده است. اما با وجود این، با وجود بیان شدن حق، با وجود فهمیدن حق، بعضا از برادرها چیکار میکنند؟ باز به یک وسیله به نهایت ناچیزه به شبهه واقع میشوند. شبهه امروزه چیست؟ مثلا من ابو محمد مدینی رد زدم به مدخلی های تاجیک، به طاغوت پرست ها در همین موضوع، و این چنین جواب رد زدم به صوفی های قبوری، و این چنین در همین موضوع به طالب علم هایی که مدخلی نیستند، صوفی نیستند، اما مرجعه هستند. یعنی مثل مدخلی ها بگویم اینها 100% مثل مدخلی ها نیستند، لیکن در همین موضوع مرجعه هستند، اما خود نمیفهمند، در این موضوع جاهلند، مخالف قرآن و سنتند، بمانند مبشر مسلمیار یا کسانی که مثل مبشر مسلمیار باشد و خود را میگوید که من مدخلی نیستم، یا که من حزبی نیستم، یا که من صوفی نیستم، اما در همین موضوع چی است؟ در مذهب مرجع است. و کسی که در همین موضوع جهل رو عذر دانست، این اصل مرجع رو گفته این مرجع است و مرجع عادی هم نیست، مرجع غلط است. کسی نباشد. ما وقتی که به یک نفر معین رد میزنیم، شما بعد از این باید بدونید که هر کسی که مثل همین عقیده داشته باشد، این رد ما و این جواب ما به همون هم تعلق دارد. یک چند روز است بسیار برادرها به من صحبت ابو عبیدالله متوکل را ارسال میکنند. ابو عبیدالله متوکل، الله در همین موضوع هدایت را نصیبش بکند، در درون حبسخانه طاغوت این دولت کافری طاغوتی افغانستان است. الله نجاتش بدهد. از درون این حبسخانه زندان نصیحت کرده به برادرهای تاجیک که شما در تکفیر کردن احتیاط بکنید، پدر و مادر خود را تکفیر نکنید و توحید را دعوت کنید و توحید را منتشر کنید و رسانید. تکفیر این غلو است و این است و آن است. همچنین سخن‌هایی که از اول سخن، یعنی سخن 10 دقیقه فقط یک منبع بگویا که نصیحت گفته شده است، حجت وجود ندارد، نه آیت، نه قرآن بگیم، نه سنت، نه اجماع، هیچ چیزی نیست. فقط شیخ الاسلام چه خیلی که میگویند میگن و شیخ الاسلام سخنشون ابو عبیدالله نفهمیدن و البته که این غلط فهمی ابو عبیدالله و غلط فهمی مبشر مسلمیار است. این سخن ابو عبیدالله تقریبا 10 روز پیش، 10 روز زیادتر پیش به من رسیده بود، لیکن من خواستم که در این موضوع صحبت کنم. بعضی از برادران افغان به من گفتند که حالا بگذارید، این در درون حبسخانه است، ما برادرانی که در درون حبسخانه هستند به نزد ابو عبیدالله روان میکنیم، در اونجا بحث و مناقشه کنند و بعد از اینکه قبول نکرد بر جواب میدهیم. بالاخره مقصد چیست؟ مقصد این است که بعضی از برادران و خواهران همین نوار ابو عبیدالله را به ما ارسال میکنند و میگویند که به این چی میگویید؟ من حیران موندم. میگند ما میگیم که همون چیزی که پیش از این آدم به مبشر مسلمیار گفتیم، به مدخلی های تاجیک طاغوت پرست ها گفتیم و به دیگر ها گفتیم، همون رو به ابو عبیدالله هم میگیم و همون سخنی رو که در عذر بالجهل در درس ها گفتیم بار دیگر تکرار میکنیم. شرط نیست که هر انسان را به نامش یک به یک ما ذکر بکنیم، شرط نیست که ما در رد دادن و جواب دادن هر یک انسان رو صحبتش رو گذاریم و هر دفعه جواب بدیم. شما برادران و خواهران عزیز منهج اهل سنت و الجماعت رو در همین موضوعی بحث و مناظره و رد زدن خوب آموزید. حالا من به شما منهج اهل سنت رو بیان میکنم. منهج اهل سنت و الجماعت این است. خیلی که سلف صالح رو میبینید چیکار میکردن؟ یک انسانی که اهل بدعت بود رد میزدن و میگفتن که هر کسی که مانند همین عقیده داشته باشد او هم مثل همین است. سلف این امت
جعد ابن درهم را رد زدند و کسایی که به جعد ابن درهم پیرو شود همونها را هم گمراه گفتند. تا امروز ما سخنهای سلف این امت را حجت میگیریم، یعنی همچون شاهد میبیاریم و اشعری ها را چی میکنیم؟ باطل بودنشون را بیان میکنیم، در حالتی که اشعری ها در زمان سلف نبودن، لیکن سخنهای سلف دلالت به همین ها میکنند. یا که به ماتریدی ها رد میزنیم به سخنهای سلف، یا که سخنهای سلف نسبت جهم ابن صفوان، یا که سخنهای سلف نسبت جاحظ، نسبت ابن داود، کسایی که اولین بار عذر دادند، جهل را عذر گفتند، اولین کسایی که جهل را عذر گفتند. سلف این امت به اونها رد زدند و بیان کردند که هر کسی که مثل همین مقاله رو گوید، یعنی مثل همین اهل بدعت، همین سخن اهل بدعت رو گوید، او هم حکم همین رو میگیرد. چخیلی که امام احمد ابن حنبل گفتند قرآن را مخلوق گفتن مذهب جهمی ها هست، این کفر است و هر کسی که همین سخن رو گوید کسی نباشد کافر می شود، کافر است. شرط نیست که ما امروز امام احمد ابن حنبل رو سخنی نوشان رو کفتکاب بکنیم که امام احمد ابن حنبل آیا درباره عصر 21 درباره اشعری ها یگان سخن کرده اند، نام فلان عالم اشعری را آیا گرفته اند یا نگرفته اند؟ این چنین نظر و علم آموخته نمی شود و این منهج اهل سنت و جماعت نیست. از همین جهت سخنهای ما هم همین است و میگویم مثل سلف صالح میگویم که هر کسی که مثل مدخلی ها جهل رو عذر داند، هر کسی که مثل مبشر مسلمیاری که از افغانستان است مرجع جهل رو عذر داند، هر کسی که جهل رو عذر داند، خواه ابو عبیدالله متوکل، خواه مبشر مسلمیار، خواه دیگر و دیگر آدم ها کسی نباشد، اولا خطا کرده، دوما مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف صالح سخن کرده، سوما گمراه شده، چهارما خودش به شکننده اسلام واقع شده است. اگر جاهل باشد، نفهمیده باشد، یک انسانی که قرآن و سنت رو نفهمیده باشد، حجت به اون نرسیده باشد، از سبب جهل به شبهات گرفتار شده این سخن رو گفته باشد، به او حجت رسانیده می شود. اما از سبب علم گفته باشد، در اساس علم مشرک را مسلمان گفته باشد و شکننده های اسلامی عملی را انکار بکند و جهل را عذر بداند، مطلقاً مشرک ها را مسلمان بداند، البته که این خودش مشرک می شود، کسی نباشد. شرط نیست که ما نام به نام به سخنی همه سخن بکنیم. مثلا به من یک نواری را ارسال کردند از صحبت کنندگان وصال حق بود. ما پیشتر بیان کرده بودیم که وصال حق منهجش کاملا اهل سنت و جماعت نیست، زیرا که مشرکای دموکرات رو عذر میدهد به مانند اردوغان، زیرا طاغوت‌های رو بسیار طاغوت‌ها رو مسلمان میداند و بعد از این در مسئله اعتقاد سروری که هستند جانب حزبی رو که گرفته‌اند جهل رو در شرک اکبر و کفر اکبر عذر میداند. همچنین مسائل دیگر، مثلا دموکرات رو بعضیش کفر است اما کفر اکبر نیست میگد و همچنین ما پیشتر بیان کرده بودیم. لیکن یکی از اونها عبدالفاتح است، نمیدونم فاتح گفتن، یکی از طالب علمای است که خود من اون رو خوب میشناسم، در مدینه میخوند، از جماعت همینها است که میگد جهل عذر است. اولا اینها عالم نیستن. من خودم در حیرت میمونم چرا تاجیک های ما مردم به نهایت ساده هستند. فکر میکنند که هر کسی که غیر تاجیک باشد و اگر سخن کند ریش داشته باشد و عینک داشته باشد و سله داشته باشد انمین علامه است. اما یک تاجیک خودش که علم دارد، خونده است، میداند همه، لیکن او را پیشپا میکند. شاید خون تاجیک همچنین باشد. برای همین است که تاجیک خوار است. تاجیک در مدت 70 سال وقتی که کمونیست ها آمد همه کمونیست شد، همه روس رو طرفداری کرد. دولت های مسلمانی امارت بخارا که بود همه اون رو تنقید میکردگی شد، مثلا صدرالدین عینی و غیره و غیره.
و امروز ببینید تاجیک ها روس پرست است. تاجیک یعنی عادتا حق پرستی رو قریب که نظر نمیکنه. تاجیک یک مشکلی عمومی دارد، هم دیندارش و هم غیر دیندارش. یعنی یک مشکلی که در خون وجود دارد این است که غیر تاجیک رو همیشه بالاتر میداند. این یگان بگویم ملت پرستیس نیست. به شما فقط من میخواهم رسونم که همون طالب علمی که از ملت خود شما هست، من ابو محمد مدنی از خود بین شما هستم ای تاجیکو، و من در کجا خونده ام، علما هم کی است و چند سال خونده ام معروف است و علما و عقیدهمون همش معروف است. یک انسانی که شما نمیدونید که در کجا خوند فقط افغان است، تمام همون گرفته می شود، این پرتوفته می شود. نه، شما هم در حالت افغان بودن یا در حالت تاجیک بودن یا در حالت ایران و عرب بودن نظر به ملت نکنید، نظر به این بکنید که اینها از کجا خوندند. نظر فقط به جسم او نکنید، نظر به سله او نکنید، نظر بکنید که او در کجا تعلیم گرفته است. ابو عبیدالله در کجا تعلیم گرفته؟ از کدام علمای اهل سنت و جماعت تعلیم گرفته؟ در پاکستان درجه بلندترینه که گرفتن در پاکستان رفتن. و یا که مبشر مسلمیور از افغانستان بیرون نشده. یک طالب علم عادیه که در تاجیکستان تعلیم گرفته است مثل همون است، لیکن مبشر مسلمیور یک جوانی هست که شجاع هست، غیرت داشت، سخن میکرد. از همین جهت مردم او رو فکر کردن که عالم نیست، عالم نیستند، اینها دعوتگرند. اما در مسائل عقیدوی میبینید که عقیده گمراه است. آشکار میگیم عقیده گمراهان است، عقیدهشون گمراه است. مشرک رو کسی که مسلمان میگه این گمراه است. از همین جهت مختصری سخن ما همین است که برادران، معیار سنجش، معیار حق بودن و نبودن در نزد اهل سنت و الجماعت این فلان عالم گفت یا فلان انسان گفت نیست، بلکه قال الله و قال الرسول و قال الصحابه الكرام. علم چی است؟ خیلی که ابوبکر ابن ابو داود رحمه الله میگن در کتاب حائیه العقیده الحائیه: العلم قال الله و قال رسوله و قال الصحابه الكرام. علم قال الله است، قال الرسول است و قال الصحابه است. برای همین شما این منهج رو تعلیم بگیرید. وقتی که شما در حقیقت صادق باشید، عقیده رو آموخته باشید و فهمیده باشید در اساس قرآن و سنت که ما ده ها آیت رو آوردیم، حدیث های زیاد رو آوردیم، اجماع رو نقل کردیم در مسئله اینکه جهل و عذر نیست و غیره و غیره، به تمام شبهات مدخلی ها جواب دادیم. وقتی که شما این رو گوش کردید، بعد از این یقین کنید که کسی بگوید که جهل و عذر است خطا کرده است. نه این که در اساس سخن من، در اساس قرآن و سنت و اجماعی که ما نقل کردیم، همه‌اش آدرس هایش، عنوان ها در او صحبت ها گفته شده است. نظر کنید به عنوان ها. اما شما میگید این علما مثلا از جانب دیگر علما هستند. کی هستند علما؟ مبشر مسلمیان علما هست، عالم است؟ عالم نیست، طالب علم هم نیست، یک دعوتگر است. ما طالب علم هستیم. مثلا در نزد علمای اهل سنت و الجماعت در مدینه منوره به منهج اهل سنت و الجماعت تعلیم گرفتیم. طالب علم کوچک هستیم، شاید طالب علم اهل سنت و الجماعت. اما اونها در کجا تعلیم گرفتن که طالب علم اهل سنت بگیم؟ طالب علم نیستن، اینها عالم نیستن. به شکل بهانه دهید. هر کسی که افغان است و ایران است و عالم است، نه، این چنین نیست. هر کسی که قال الله و قال الرسول میگوید انا این عالم است و قال الصحابه میگوید انا این عالم است. کوچک است، بزرگ است، فارس است، عرب است، خطایی هست و روس است، فرقی ندارد. مسئله معیار رو خوب دقت بدهید. از همین جهت البته شما بگوید که دیگر عالم ها چی؟ با دیگر علمای هستند، مثلا ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، ابن کثیر، محمد ابن عبدالوهاب هم جهل را عذر میدادند که نه، ما به این شبهات جواب دادیم. این شبهاتی مدخلی ها، مرجعه ها، حزبی ها، قبوری ها هست که در حق این علما تهمت میبندند یا که نفهمیده جاهلانه در حقشون صحبت میکنند. و ما الان مراتبه دوم این سخنها و جوابها رو به شما بیان نمیکنیم. مختصرا میگیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و محمد ابن عبدالوهاب کتابهایشون معروف است. در کتابهایشون
بله گفتند که ما کسی که در گرد قبر طواف کند مثلا تکفیر نمیکنیم، به معنای اینکه تکفیر معذب نمیکنیم، یعنی ما اینها را رفتن نمیکشیم، زیرا که صوفی ها تهمت میبست شیخ الاسلام ابن تیمیه رو و به خصوص محمد ابن عبدالوهاب رو که اینها مسلمان رو میکشند، گفته مسلمان کشند میگفتند، یا آدمای بیگناه رو خون ناحق رو میریزاند. محمد ابن عبدالوهاب رو تهمت میکردن همچنان. از همین جهت محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که نه، ما میگن حتی در گرد قبر عبدالقادر جیلانی طواف کننده ها رو، کسایی که طواف میکند، طواف عبادت است یعنی دور میزند سجده و غیره میکند، همونها رو تکفیری قتلی نمیکنیم، یعنی تکفیری معذب نمیکنیم. یعنی ما اینو کافر است گفته یکی اکبر رفته هجوم کرده در بالای همون قبر همیشه بخون آمیخته کرده به قتل نمیرسونیم، بلکه اینها مشرکند. میگد جاهلند. ببینید اینها مشرکند، اسم شرک دادند، یعنی تکفیر اسم میکنند، تکفیر اسم. اینها مشرکند، کافرند. ما در این دنیا مثل کافرها معامله میکنیم، اما اینها را نفهمونده، خبر نداده، دعوت نکرده به قتل نمیرسونیم. این یک مسئله است که این علماهای مرجئه از سبب اینکه در نزد علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم نگرفتند، منهج که علمی منهجی سلف صالح نیست، تقسیمات رو نفهمیدند و تهمت کردند و این سخنهای شیخ رو آوردند و جهل و زرس گفتند. نه، این چنین نیست. بارک الله فیکم. و دیگر از حدیث ها، از آیات ها، همه آیات هایی که می آورند ما اون آیات ها رو البته قبول داریم، آیات قرآن قبول است. ما فقط میگیم که استدلالشون خطا است، فهم آیات ها رو خطا میکنند، به این معنا که همه آیات هایی که مرجئه ها دلیل میبرند که جهل و عذر است، این آیات ها به تکفیر معذب دلالت میکنند. ما این رو حلقه های گوناگون جواب دادیم. آیات هایی که الله گفت که ما کسی رو عذاب نمیدیم بعد از حجت رسیدن، بله، یعنی تکفیر معذب، یعنی کسی رو به جهنم نمیندازیم بعد از حجت نرسد، تو حجت نرسد. بله درست است، تو حجت نرسد کسی به جهنم نمیرود، اما مشرک اسم رو گفته می شود. کسی که به شرک واقع شد، شرک هم به او واقع می شود و اسم شرک رو می گیرد. بارک الله فیکم. مسئله دیگر، مسئله حدیث هایی که اینها حجت می آورند. حدیث هایشون البته حدیث هایی که حجت می آورند، هم ابو عبیدالله اگر حجت بیارد، البته ابو عبیدالله حجت آوردگی نیستند، هیچ حجت از آیات قرآن و حدیث آورده، گپ خشک خالی پوچ هستند، صحبت است. مبشر حدیث هایی که آورد مثل محمد شریف عبدالعلیم مدخلی و تاجیک، اینا فقط همین یک سایت مدخلیگی دارند و یک دو کتابی مدخلیگی دارند، همه میبینند ارجاها، شاگردان جاهز، این جاهزی ها، اینها جاهزی گفته می شود. اولین امام اینها جاهز بود، در زمان محمد بن عبدالوهاب داوود ابن جرجیس بود. حدیث هایشون البته صحیح است، بعضیش ضعیف است و معنیش رو باز مثل که آیت رو خطا فهمیدند. برای همین نبینید ما منهج اهل سنت و الجماعت چیست؟ خود آوردن یک آیت یک بار مسئله حل نمیکند، فهم آیت باید درست باشد. از این آیت چگونه شما حجت گرفتید و این آیت رو یا این حدیث رو شما چگونه استفاده میبرید؟ استفاده اینها در بالای آیت قرآن و سنت غلط است. ببینید این مدخلی ها و این مرجئه ها، خواه عرب باشد، خواه افغان باشد، خواه روس باشد، کسی نباشد، شما فقط به یک عرب و افغان نظر نکنید، به همه این دخل دارد. همه این مرجئه ها به خاطر دفاعی همون مذهبی باطل مرجئگی خود حتی صحابه ها رو مشرک شدن میگد. شما باور میکنید؟ با ما رو میگویند که اینها تکفیری است. ما میگیم که اعوذ بالله، ما شما رو تکفیری میگیم که شما به خاطر جهل رو عذر دانستن اول میگید که اول اثبات میکنید که صحابه ها شرک اکبر رو انجام دادند و بعد از این میگید که پیامبر به اوها عذر دادند. این چی تهمت در حق صحابگان و در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم است؟ شما در روز قیامت چگونه به پیامبر نگاه میکنید که پیامبر مشرک رو مشرک نگفتند گویا از نظر شما؟ چگونه بروی هزارها صحابگان از شهدای صدیقین نظر میکنید که شما اونها را گفتید که شرک اکبر رو کردند؟ این اختلاف این نیست که شما نفهمید که اختلاف ابو محمد کدامی رو تکفیر کرده است. نه، این خیلی نیست. قرآن و سنت و اجماع میگوید که کسی که شرک اکبر رو کرد
کفر اکبر رو کرد، نامش رو میگیرد این مشرک است، کافر است. اگر جاهل حقیقی باشد در روز قیامت الله میسنجد. البته خونی مالش این مسئله این دنیا حجت رسانیده می شود، یعنی تکفیر اسم تکفیر معظم. اما کسایی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع نشدند، شرکشان یا اصغر بود، میده بود، یا که کفرشان اصغر بود، اینها تکفیر کردن باطل است و این منهج خوارج است. ما میگوییم که صحابگان رضی الله عنهم به یک جماعت بزرگ در زمان پیامبر، در پهلوی پیامبر، در نزد پیامبر یک صدها نفر، هزارها نفر به شرک اکبر واقع نشده اند. این باطل است. خیلی که حدیث ذات و انوات رو مدخلی های تاجیک، مدخلی های عرب، مدخلی های فرانسوز است و اروپایی و امریکایی و روس و افغان و ایرانی و همش میارد که گویا که یک جماعت بزرگ از صحابگانی که نو صحابه شده بودند. نو یعنی این نه که دیروز، یعنی تقریبا یک ماه دو ماه وقتی که پیامبر مکه رو میگیرند، در مکه یک وقتی معین می ایستند، همون مکگی هایی که مشرک بودند مسلمان میشوند و همین مسلمان های نو شده رو گرون به طائف برای حنین، جنگ حنین رفتند یک وقتی معین، زیاده از 10-15 روز بعد. و در بین از مکه تا طائف رفتن معذرت میخوام، گویا که این صحابه ها چی شدند؟ مشرک شدند از نظر مدخلی. ما میگیم که نه، ای بیچاره ها، به خاطر دفاع مذهبی باطل خود صحابگان را مشرک نگویید که تکفیری هست. ما اهل سنت که الله و رسول تکفیر کرده رو تکفیر میکنیم، یا که شما مرجعه هایی که از مدخلی های تاجیک هستید یا مبشر است یا که ابو عبدالله است یا کسی دیگر نباشد که شما این حدیث رو میآورید و میگویید که صحابگان به شرک اکبر واقع شدند. مگر شما تکفیری نیستید؟ مگر شما صحابگان رو واقع شدگان به شرک اکبر نگفته سودید؟ یک، مگر شما صحابگان رو طعنه نکرده سودید که اینها دین نفهمیدند؟ مگر شما طعنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نکرده سودید که پیامبر گویا در مدت یک از اسلام آوردن صحابگان تا این براه برآمدن مسئله اصول دین رو به اونها تعلیم ندادند؟ مگر این طعنه به شما نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو عذری میگید؟ اعوذ بالله. مسئله همینجا است. حتی کار به جای رسیده که مدخلی ها و مرجعه ها در مسئله الحکم بغیر ما انزل الله میگن که حاکمی که به حکم غیر الله حکم کند این مسلمان است. یکی از دلیل هایشون چی است میدونید؟ یعنی شبهات، شبهه مرجعه گمراه میگن که حضرت یوسف علیه السلام حکمی بغیر ما انزل الله کردند، یک، یا که میگن که در زیر حاکم مصری که کافر بود اطاعت کردند و کار کردند و کافر نشدند، پیامبر بودند. از همین چه جایز است میگه اعوذ بالله. یعنی به خاطر این طاغوت ها رو دفاع کردن طعنه به حضرت یوسف میزنن. چرا طعنه به پیامبر، به صحابگان، به حضرت یوسف؟ برای اینکه وقتی که مردم این سخن رو میشنود میگوید که اگر پیامبر این خیل کرده باشند ما هم تسلیم میشویم. مردم عادی از این مرجعه ها و مدخلی ها دیده از الله زیادتر میترسد. برای اینکه مردم عادی هیچ باور نمی کند که به خاطر مذهب شده انسان پیامبر رو طعنه زند. یک آدم صادق عادی، یک تاجر میگوید که من باور کردم تمام است. اگر حضرت یوسف در زیر پادشاهی طاغوت کافر اطاعت کرده به حکم همون راضی شدگی باشند، از این میبرد که این طاغوت همش مسلمان است میگه. حالان که مسئله این خیل نیست، این طعنه به یوسف علیه السلام است. یوسف علیه السلام به او پادشاه حاکم اولا اطاعت مطلق نکردند، بعد از این بعضی روایت است که او پادشاه مسلمان شد، بعد از اینکه حضرت یوسف به حکم همون دین یهود حکم کردند. خیلی که در قصه برادرشون رو آزاد کردن و در قصه پدر و برادرشون آمدن و غیره، یا که در قصه اینکه خودشون در باب خزینه داری الهیده حکم میکردند. یعنی عموما حضرت یوسف اطاعت پادشاهی کافر رو نکردند و این چنین به حکم غیر الله حکم نکردند و به حکم غیر الله راضی نشدند. در حالت که سوره یوسف نظر بکنید، آیه 40 مش بود که میگن این الحکم الا لله، همه حکم از آن الله است. امر الله تعبدوا الا ایه، یا این الحکم الا لله، همه حکم از آن الله است و غیر الله را عبادت نکنید در حکم کردن. این سخن یوسف علیه السلام است. یوسف علیه السلام دعوت به سوی حکم میکردن. این مثال آوردم. این یک مثال بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اهل بدعت به خاطر بدعت خود را
نصرت دادن جرأت میکنند، جرأت دارند، نمیترسند. از همین جهت است که امام های این گمراهان رو وقتی که نظر میکنید، حتی بعض شیطان رو هم قریب که مسلمان گفته، فرعون و همه اینها رو مسلمان گفته. البته ما از الله میطلبیم که الله ما رو در هدایت ثابت قدم نگه بدارد و روز به روز ما رو ان شاء الله سبحانه و تعالی در درون هدایت باز توفیقمون رو زیاد بکند و هدایت رو و حق رو آشکارتر بکند. انا این است یک مسئله بزرگ که شما باید دقت بدهید. و مختصر سخن ما همین است که جوابهایی که من بنده به مبشر مسلمیار دادم، این خاص به مبشر مسلمیار نیست. این به همه همون کسایی هست که همین عقیده رو دارند. ابو عبیدالله متوکل، یا که دیروز به من یک نوار اومد از ازبک ها، صادق سمرقندی ازبک، مطلق جهل را در شرک کفر اکبر عذر می داند و اولی مثل مبشر مسلمیار عقیده دارد. این هم یک مرجعی غلات زمانه. یا که از مدخلی های تاجیک این محمد شریف، ابو مریم نظرت الله، یا که برادرش یا جماعت اینو کسی نباشد. بسیار طالب علم هایی که در علمای مدخلی در مصر میخوانند و خواه همه عرب ها باشد، خواه دیگر روس و ازبک و قزاق و قرقیز باشد. از قزاق ها رنت، ابو مریم، بله ابو محمد رنت، اینها همش غلجه مراد هستند. کسایی که جهل رو عذر میدونن اینها گمراه هستند، کسی نباشد. شک در این نیست. شما گمان نکنید که ما به خاطر ابو عبیدالله منهج خود را دیگر میکنیم. در نزد ما سخنی هیچ کسی قدر ندارد تا همان زمانی که در اساس قرآن و سنت و سلف صالح نباشد. دین ما همین است و سخنی هر کسی که غیر قرآن و سنت و سلف صالح باشد به دیوار زده می شود و با بالایش توف کرده می شود و قبول نمی شود. پیامبر من به من چه امر کرد؟ تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. به سنت من چنگ بزنید، به عقیده من چنگ بزنید و به عقیده صحابگان چنگ بزنید. الله من رب العزة والجلال به من چه امر کرد؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله را اطاعت بکنید و رسول الله را اطاعت بکنید. علمای سلف صالح به من چه امر کردند؟ گفتند که هر سخنی ما که موافق قرآن و سنت است بگیرید و هر سخنی که مخالف است به دیوار بزنید. این سخنی ابو حنیفه، این سخنی امام احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس و امام محمد ابن ادریس شافعی رحمهم الله است. و همه این علمایی که اینها این مرجعه ها سخنهای جهل رو به دیگر علمای سلفی و غیره نسبت میتن، این تهمت به دیگر علما است. یگان علمای اهل سنتی که از سلف هستند یا که تا امروز هستند جهل رو عذر ندانسته، اگر دانسته باشند هم در بعض حالت باز توبه کرده و سخن حقشون در نزد ما وجود دارد. اما از همه سخن عجایب این است که جوابی ابو عبیدالله متوکل به ابو محمد مدنی نوشته منتشر شده است. در این جواب میبینید که ابو عبیدالله 10 دقیقه صحبت کرده، یگان آیت قرآن و سنت نیست، سخنهای پوچ است. من به ابو عبیدالله مراجعت میکنم و میگم که آقای بزرگوار، شما چی فکر دارید میکنید؟ این دوست شما، برادر شما مبشر مسلمیار هم همچنین فقط میگه که شما این عقیده باطل را قبول نکنید، این منحرف است، این اصلا است، حجتی نیست. شما فکر کردید که سخن شما را همه قبول میکند؟ شما فکر کردید که امام این زمانه هستید؟ شما فکر کردید که مهدی هستید؟ ما نفهمیدیم که شما چی فکر دارید میکنید. یا شما را کسی تزکیه داد که شما علامه این عصر هستید که هر چیزی که شما گفتید باید بدون چون و چرا قبول بشود؟ مگر همین خود شما ابو عبیدالله متوکل نبودید که در بالای منبرها میگفتید که باید قرآن و سنت و اجماع را قبول کرده و سخن سلف را قبول کرده و دیگرها را انکار کرده شود؟ پس کجا هست در این سخنهای 10 دقیقه شما که شما
یک سخن از سلف نآورده، فقط ابن تیمیه گفتند. ما گفتیم این باطل است، تهمت به ابن تیمیه است. و این دوستان شما حاضر به بحث کردن نیستند. نقاط ضعیف ما رو میکنند، میگن چهره‌ات رو باید کشوده بیایی، چهره‌ات رو تازه کرده بیایی، همه تو رو ببینند. این اون از بحث میگریزند. با دین الله سبحانه و تعالی بازی نکنید. خود را به مردم رب قرار ندهید، خود را طاغوت هم نسازید. شما خود خوب میدانید که در نزد دین الله من و شما هیچ چیزی نیستیم. پس خیانت در باب علمی نباید شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ای آنانی که ایمان آوردید، به الله و رسول خیانت نکنید. به امانت هایی که به شما ای علما و طالبین داده شده است خیانت نکنید. دفاع از حق خود نکنید، دفاع از حق الله و رسول بکنید. به خاطر عقیده باطل خود طرف مقابل خود را متهم نکنید، منتج نکنید. خیلی که مدخلی های تاجیک کردن، عیناً از این طرف هم همین را مشاهده شد. و به ابو عبیدالله گفتنی هستم که شما میگویید که امروز تکفیری ها پدر و مادر را تکفیر کردن یا که پدر و مادر را تکفیر نکنید. آیا سخن الله را نمیدونید که الله میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. ای آنانی که ایمان آوردید، پدرهای خود و فرزندهای خود را به خود دوست نگیرید اگر کفر را بر ایمان اختیار کنند. اگر پدر و مادر یک آدم انسان موحد کافر باشد، مشرک باشد، مرتد باشد، این چیکار بکند؟ به خاطر پدر و مادرش دینش را ترک کند؟ شما با این گفتهتون مگر به همه منهجی پیامبر صلی الله علیه و سلم، به همه منهج پیامبران مگر مخالفت نکرده سودید؟ به منهج ابراهیم علیه السلام که پدرشون را تکفیر کردند، به منهج صحابگان که پدرهای مشرکشون را تکفیر کردند و سر زدند. سوره مجادله آیه 22 را شما هزارها بار تلاوت کردید، بار دیگر تلاوت بکنید، در بالش تفکر بکنید و مذهب اهل سنت را، علما را ببینید که چی میگن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مؤمن پیدا نمی شود که ایمان به الله روز قیامت آورده باشد و بعد از این دوستی بکند و دوست بدارد کسی را که دشمنی به الله رسول دارد. کسایی که شرک میکنند به الله رسول، اینها دشمنان الله هستند. برای اینکه دشمنی هست که خود انسان دانسته دشمنی میکند و دشمنی هست که از جهالت است. این هم دشمنی است. در دوام آیت الله چرا میگه؟ میگه که این کنو اباکم، اگرچه پدرتون باشد دشمنی الله، اگرچه ابناءکم فرزندانتون باشد، اگرچه اخوانکم برادرهایتون باشد، ازواجکم اگرچه زنتون باشد، و اگرچه عشیرتکم خیش و تبارتون باشد. وقتی که مشرک است، مرتد است، شما باید اعتقاد بکنید که مشرک است و مرتد است. اما من نمیدونم اینها منهجشون را از کجا میگیرند. ابو عبیدالله یک انسانی که طالب علم مبشر، اینها منهج را از کجا میگیرند؟ منهج را از عاطفه میگیرند. اینها عاطفی هستند. مهربانی غلبه کرده است. مهربانی، آداب و اخلاق در بالای قرآن و سنت غلبه کرده است. خیلی که حاجی میرزای این بگویم قبوری تاجیک 40 سال است که مردم را آداب گفته و امروز مردم را به زیر این کافرها غلام بو کرده شده است، به زیر این طاغوت مرتد تاجیک غلام کرده شده است. حاکم تاجیک همچنین است. دین ما نباید احساساتی باشد و به غلو برود و خوارج بشود و نباید مهربانی بکند و چیزی که در دین آمده است ترک بکند و به آداب و اخلاق برود. یعنی آداب و اخلاق هم دایره خود را دارد.
الله گفت پدر و مادرت مشرک باشد مشرک میدانی، اما به اونها چی میکنی؟ سخن خوب میگویی. ما هیچگاه نگفتیم که کسی رود پدر و مادرش رو شب و شب برویش بزند و اوها رو لطکوب بکند. نه، اعوذ بالله. ما همون آیتی که الله گفت رسانیدیم و گفتیم که الله گفت سبحانه و تعالی که اگر و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفه. اگر پدر و مادرت کوشش بکنند که تو رو به یک امر شرکی واقع بکنند، اطاعتشون نکن. یعنی بدون که این کارشون غلط است و این شرک است و اونها مشرکند اگر مشرک باشند، اما معامله خوب بکن. معامله خوب هم دایره خود را دارد. ابو عبیده ابن جراح در جنگ بدر پدر خودشون رو سرشون رو زدند. ابو عبیده ابن جراح، ابو عبیده یکی از 10 یاری بیشتر است. بگویم یکی از صحابه های بزرگ است. پس برادرانم، مسئله بزرگ است. مسئله 2 دقیقه و 5 دقیقه. ای برادرای تاجیک، شما پدر و مادرتون دوست بدارید، شما این خیلی نکنید اینها پدر و مادرشون رو تکفیر میکنن. نیست. ما پدر و مادر ما موحد به بالای سرمون میبرداریم. احترامی که اهل توحید پدر و مادرش رو میکنند هیچ کسی نکرده است. اولین احترام این است که ما پدر و مادرمون رو به سوی جنت دعوت میکنیم. از همه احترام بهترین همین است. شما مردم رو به واسطه عاطفه از عقیده دور نکنید. شما خوب میدونید که پدر و مادر رو مردم تاجیک احترام میکنند، به همین واسطه مردم رو از ما میخواهید دور بکنید. این یک منهج باطل است. الله و رسول گفت که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کند کافر است، تمام است، کسی نباشد. فرزند است، زن است، پدر است، مادر است. اما دومی مسئله که ابو عبیدالله خطا و به نهایت غلط فهمیده اند و همه این کسایی که مخالف در عقیده اهل سنت است غلط میفهمند، این است که فکر میکنند که انسان، یعنی اهل توحید، مشرکین رو رفته میگوید که ای فلانی تو مشرک هستی، ای فلانی تو مشرک هستی، ای فلان پسری فلانی بابات فلانی تو هم مشرک هستی. ما این چیز رو تعلیم ندادیم و منهجم این نیست. ما میگیم که اصل تکفیر اعتقادی است. کسی که یک ذره از باب تکفیر خبر دارد، شیخ ابو عبیدالله یا که مبشر مسلمی رو مدخلی ها دیگرو یا کسی نباشد، ذره کسی که از مسئله تکفیر خبر دارد میداند که هر یک موضوع اصل دارد و فرع دارد. تقوا اصل دارد، فرع دارد. توحید اصل دارد، فرع دارد. اصل دارد، واجبات دارد. همچنین این چنین تکفیر اصل دارد. اصل تکفیر اعتقادی است. یعنی مثلا مثال میارم، من ابو محمد مدینی مثال در پیش رویم 5 مشرک رو دیدم، 5 مشرک یا 5 انسانی جاهل رو دیدم، انسان‌های بهترین، با آداب جاهل، شرک رو انجام داده ایستادند. من آیا میروم ای تو کافری تو کافری تو کافری میگویم، یا که من باب دعوت اول اعتقاد میکنم که به درونم به قلبم که این 5 نفر هر 3 یا هر 5 مشرک است، کافر است، مرتد است. و بعد از این که من خودم اعتقاد کردم به قلبم و دانستم که اینها مشرک است، میروم و میگویم که من اونها رو مسلمان نمیگم، ای برادر مسلمانم السلام علیکم و رحمت الله نمیگم، این انسان ها میگم شما که اینقدر ببینید انسان های با آداب هستید، میخواهید که به جنت روید، اما این عملی که شما کرده ایستادید شرک است و کفر اکبر است، دست کشید، توبه کنید. انا این دعوت کردن دیگر راه خود رو دارد. ما وقتی که میگیم که مشرک رو باید مشرک گفته شود، این از رکن توحید است، زیرا که الله و رسول امر کرده است. این فرق گذارنده اسلام که کفر و فرق گذارنده توحید و شرک است. مقصد ما این است که اولا اعتقاد قلبی، تکفیر اعتقاد قلبی داشته باشید، اما به زبان تکفیر کردن بروی مشرک، برویش که تو مشرک هستی، این واجبات است که به مصلحه و مفسده تعلق دارد. اگر گفتن ضرور باشد و فایده داشته باشد، انسان مشرک رو برویش مشرک میگد. اگر همون گفتن ضرر داشته باشد و در همون وقت به خاطر دعوت، به خاطر بی‌قوتی گفته نشود، در این حالت برویش نمیگوید.
به زبان یک آدم تو کافری تو مشرکی نگوید، شما خودتون کافر نمیشید، زیرا که قلب کتی شما گفته شدید که این مشرک است. اما البته که قلب کتی یک کس کافر و مشرک گفته، زبان کتی به مسلمان نمیگید. یعنی وقتی که یک کس اعتقاد کردید که کافر است مشرک است، معامله میکنید مثل کافر مشرک وکتی. این مسئله معروف است در بین اهل سنت و الجماعت، در بین طالب علمان، در بین همه معروف است. لیکن من در حیرت میمونم که چرا این علما که مشهور شدند نمیفهمند. آیا اینها حق را روپوش میکنند؟ دیده و دانسته کتمان علم میکنند و خیانت میکنند؟ یا آیا جاهلند؟ من باور بکنید هیچگاه ابو عبیدالله را خائن نمیگویم، یا که حق را دیده و دانسته بعد از این با باطل را فهمیده باطل را به خاطر طاغوت اختیار کرد نمیگم. انسان صادق است اما جهل انمین است، اما از منهج اهل سنت بیخبر هستند. یعنی سببی این سخنها را گفتنشان این از همین منهج بیخبر بودنشان است. از منهج اهل سنت بیخبر است این انسان، در همین موضوع جاهلند و در همین موضوع گمراه شدند. و بعد از این میگویند که شما روید به توحید دعوت کنید. ای جوانان تاجیک، شما مشرک نگویید، به توحید دعوت کنید. سؤال من به شما این است که آیا توحید به وجود می آید بدون تکفیر مشرکین؟ به عباره دیگر، آیا مشرک را مشرک نگفته توحید را به وجود آوردن ممکن است؟ در نزد شما مرجئه ها شاید ممکن باشد، اما در نزد آدمی که عقل سالم دارد، فطرت سالم دارد، در نزد قرآن و سنت و اجماع سلف صالح این ناممکن است. شما همان وقت به توحید دعوت میکنید که اول معنای اسلام رو بیان کنید. معنای اسلام چیست؟ اولین دعوتی که ما مردم میکنیم چی است؟ میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست معبودی برحق. بگیم پیش از اسلام اول لا اله الا الله، کلمه توحید. وقتی که مردم دعوت کرده میگیم که لا اله الحق، قسم یکم، رکن یکم این نفی است. نفی یعنی کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت یعنی براءت جستن از شرک و مشرکین و مشرک را مشرک گفتن است. شما اعتقاد کنید که همون کسایی که شرک اکبر را میکنن مشرکن و بعد از این که کفر بالطاغوت کرده از همونها براءت میکنید و بعد از این به الله ایمان میارید و شرط های لا اله الا الله، شرط های صحت رو که علم است، ضدش جهل است، یقین است، ضدش شک شبهه و ریب است، صدق است که ضدش دروغ کذب است، محبت است که ضدش بغض و عداوت است و اخلاص است که ضدش شرک است، قبول است که ضدش انکار است و انقیاد است که ضدش ترک و اعتراض و تولی است. این شرط های صحت است که میگیم باید به وجود بیاد. وقتی که همین رکن شرط فهموندیم، در اینجا البته که تکفیر مشرکین وجود دارد. یعنی به تکفیر مشرکین کفر بالطاغوت به وجود نمی آید و به کفر بالطاغوت لا اله الا الله فایده به انسان ندارد. شما آیا همین سخن عادی رو میفهمید یا نمیفهمید؟ من در حیرت میمونم. این سخن به نهایت عادی است، ساده است، فهمو است که رکن اولی لا اله الا الله این کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت به خود رکن دارد که اگر همین نباشد کفر بالطاغوت تکفیر است و تکفیر به براءت صحیح نمیشه. یعنی براءت باید کنی، تکفیر کنی، براءت کنی، بعد کفر بالطاغوت به وجود میاد. کفر بالطاغوت به وجود بیاد بعد لا اله الا الله صحیح میشود. کسایی که شرک ترک کردند، شرک میگویند اما مشرک را مشرک نمیگویند، اینها کفر بالطاغوت ندارند. کفر بالطاغوت ندارند، زیرا رکنی کفر بالطاغوت، یک عملی که کفر بالطاغوت بدون این صحیح نمیشود، همین تکفیر مشرکین است. چگونه شما میگویید که به توحید دعوت بکنید؟ شما توحید رو دعوت کردن رو چگونه فهمیدید؟ همین مگر نتیجه دعوت شما است که چقدر جوانها رو دعوت کردید و همین نتیجه دعوت مدخلی ها هست که 10 سال و 20 سال جوانها رو دعوت کردند و نتیجه چی است؟
نتیجه دعوتی که کردن همین است که مشرک مسلمان است و اهل سنت خوارج است. نتیجه دعوت همین است که طاغوت هایی که امروز به حکم غیر الله حکم میکنند مسلمان هستند و ولی الامر هستند، لشکرانش که شب روز به خاطر طاغوت میکشند و کافر هستند، یقاتلون فی سبیل الطاغوت والذین کفروا، این کافرها لشکرهای کافر در سبیل طاغوت میکشند، اینها مسلمان هستند. کی بد است؟ با همین اهل توحید بد است. نتیجه دعوت شما همین است. در آخر بیایید به همون منهجی که الله و رسول گذاشته دعوت بکنیم و نتیجه هم خوب بشود. شما به خاطر مردم رو دین آموزانیدن، قسمی از دین رو ترک کردن حق ندارید. و در این موضوع شیخ علی بن خضیر الخضیر در کتاب تجرید التوحید سخنی بینهایت خوب گفته است و میگه که به خاطر دعوت ما هیچ وقت حق نداریم که یک چیزی مهمی توحید رو ترک کنیم یا که یک چیزی کفری رو زیاد بکنیم. به خاطر کفر و شرک انجام دادن کفری یا که ترک کردن توحیدی که کفری ترک است، ما حق نداریم که دعوت بکنیم. چه که امروز مثلا حزبی ها دعوت میکنن گویا که میگن که ما دموکرات میشیم، بعد از این آهسته آهسته بعد مسلمان میشیم. به مانند اردوغان، به مانند حزب نهضت تاجیکستان، به مانند اخوان المسلمین که علما گفتن نو مرتد است. اول مشرک شده بعد مسلمان شدن در اسلام نیست. ما میگیم که مسلمان ها شما الله اجازه نداده است که به خاطر دعوت کردن دیگر انسان ها خودتون رو جهنمی کنید. الله در کجا گفته است که تو خودت رو جهنمی کن اما دیگرها رو به جنت بر. این خیلی گپ نیست، بلکه الله در سوره بقره میگه قو انفسکم، اول خودت رو نجات بده. یعنی عقیدت رو حقیقت در قرآن موافق قرآن سنت بیان میکنی و بعد از این اهل اولاد رو کسی که قبول کرد اهلا و سهلا، نور دیده. کسی که قبول نکرد او قلب او در دست ما نیست برادرم و خواهری بزرگوارم. بعضی ها امروز به ما میگن که مردم شما رو قبول نمیکند. برادر عزیزم، اگر قسم به الله قبول کنانیدن اگر در دست من می بود، من تمام هنر رو انجام میدادم که قبول بکنند. اگر الله به من مسئولیت میگذاشت که باید تو مردم رو قبول بکنانی، من تا مردنم کوشش میکردم. لیکن الله به ما وظیفه رو قبول کنانیدن نداد، رسانیدن داد، بیان کردن داد. وظیفه ما علما و طالبین حق رو میگوییم. کسی قبول کرد، کسی قبول نکرد. هر کسی که قبول کرد به خاطر نجات خودش و به خاطر نفس خودش خوشبختیش قبول کرد. کسی که نکرد به خاطر بدبختی خودش و به خاطر مرگ خودش و به خاطر جهنم در آمدن خودش قبول نکرد. معذرت میخوام. چرا؟ زیرا که رزولتت، نتیجه در دست ما نیست. نوح علیه السلام را حضرت ابو عبیدالله مثال می آورند که میگن نوح علیه السلام 950 سال دعوت کردند، 50 سال کم 1000 سال هیچ کسی حضرت را قبول نکرد و صبر کردند. آقای بزرگوار، این قصه نوح علیه السلام بر ضد شما هست. نوح علیه السلام وقتی که آمدن تکفیر کردند کی را؟ همون انسان‌هایی که فرزندهای موحدین بودند، همون انسان‌هایی که فرزندان آدم علیه السلام بودند. خیلی که روایت از ابن عباس است. معذرت میخوام. روایت از ابن عباس است که ابن عباس رضی الله عنهما میگن که خیلی که قطنی طبرانی و غیر روایت میکنن، از حضرت آدم تا نوح علیه السلام مدت 1000 سال بود. 10 قرون، 1000 سال. در همین مدت 1000 سال همه موحد زندگی کردند. فرزندهای آدم بعد از مثلا نبیره های آدم آمدند طبقه به طبقه، پشت هم پی هم موحد بودند و بالاخره آدم های صالح وقتی که وفات میکردند، شیطان آمد و گفت بعد از 1000 سال که رسم این آدم ها رو کشید. رسم آدم های صالح وفات کرده رو کشیدند. رسم کش ها وفات کردند و رفتند. بعد از 50 سال 100 سال شیطان آمد و گفت که این رسم بیهوده کشیده نشده است، احترام کنید و بالاخره همون رسم رو عبادت کردند. الله اولین رسولی که به خاطر تکفیر مشرکین فرستاد، به خاطر دعوت به سوی توحید و ترک شرک و کفر بالطاغوت فرستاد،
همین نوح علیه السلام است. نوح علیه السلام آمدند و همون نبیره های آدم علیه السلام که باباهایشون موحد بودند، در دین آدم بودند، اما از سبب جهل مشرک شده بودند، تکفیر کردند، گفتند که شما مشرکید. کی میگوید؟ کنی کدام مدخلی، خواه عالم عربش، خواه عالمی در قبرش بودرش خسته، یا ابو عبیدالله مبشرش، کنی بگوید که یگان روایتی هست که حضرت نوح علیه السلام آمدند و اول به این قوم گفتند که شما فرزندان آدم، نبیرگان آدم، بیچاره ها، البته که ویها لا اله الا الله میگفتند، همون آدم هایی که شرک میکردند حضرت نوح تکفیر کردند، ویها لا اله الا الله میگفتند. شما لا اله الا الله میگوید، شما خودتون رو در دین یعنی توحید میحسابید، زیرا که اونها خودشون رو در دین توحید درست حساب میکردن، در دین همون آدم علیه السلام حساب میکردن. اما از سبب جهل خطا کردید و رسم پرستی کردید. از همین جهت من شما رو تکفیر نمیکنم، شما مسلمانید، اما این کارتون شرک است. من به شما حجت میرسونم. آیا نوح علیه السلام هم خیلی دعوت کردن؟ شما دعوت رسولان رو حالا نفهمیدید، همین جهت است که شما مشرک رو مسلمان میگید. نوح علیه السلام آمدند و گفتند که ای مشرک ها، شما مشرکید، شما از دین این آدم علیه السلام و باباهای گذشتگانتون که در توحید بودند دور شدید از سبب جهل. بله، یگان امروزه انسان‌هایی که شرک اکبر و کفر اکبر را میکنند دیده و دونسته من حاضر کفر میکنم و جهنم میروم، من دوزخ رو دوست میدارم، گفته نمیکند. سبب همه کفر، اکثر کفر بگیم یا که و بخصوص سبب همه شرک این جهل است. البته کفرهای هست که سببش اعراض است و یا که سببش کبر است و حسد است و امتناع است و شک است و غیره، لیکن شرک عادتا همش از جهل است. همه این نمود شرک اکبر از جهل است. آدم ها تعویل میکنند یا تقلید میکنند، میگن که این عالم کرد من هم میکنم، یا که میگن که این عبادت است، تعویل میکنند. از همین جهت حضرت نوح علیه السلام آمدن جاهلا را تکفیر کردند و گفتند که این دینتون دین شرک است، شما مشرکید، انا این دین توحیدی، انا این دعوت بود. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همانو که به تحقیق به همه امت ها ما پیامبران را فرستادیم که دعوت به سوی کفر به طاغوت میکردند، دعوت به یگانه عبادت کردن الله میکردند و دعوت به سوی کفر به طاغوت میکردند. کفر به طاغوت تکفیر مشرکین است. از همین جهت رسول که این آیت اومده است، رسول اولین رسولی که به همین دعوت اومده است کی است؟ نوح علیه السلام است. پیش از نوح علیه السلام اومده رو رسول میگیم یا که انبیا میگیم؟ علما البته اختلاف کرده، لیکن انبیا میگیم. آدم علیه السلام رو نبی میگیم، رسول نمیگیم، زیرا که آدم علیه السلام اومدند خودشون موحد، فرزندانشون موحد بودند. در زمان آدم علیه السلام کفر، شرک و این خیلی چیزا نبود که آدم علیه السلام دعوت به سوی کفر به طاغوت بکنند. اولین پیامبری که اومدند و مشرکین را تکفیر کردند و دعوت به سوی کفر به طاغوت کردند این نوح علیه السلام هستند. شما خوب دقت بدید، ما این مسائل رو به نوع زیاد در درس‌ها گفتگی هستیم. پس آقای بزرگوار نوح علیه السلام مشرک رو مشرک گفتند و گفتند که دین شما باطل است. هم از شرکشان براءت کردند و هم از خودشان. و اسلام حقیقی که همین اسلام معنای عام هست که همه پیامبران به همین اسلام دعوت میکردند تحقیق کردند. ما گفتیم اسلام دو معنا دارد، معنای خاص و معنای عام. معنای عام اسلام همین است که دین همه پیامبران اسلام بود، توحید بود، به این معنا که الاسلام الاستسلام لله بالتوحید و انقياد له بالطاعه و براءه من الشرك و اهله. اسلام این تسلیم شدن به یگانگی الله در تمام نمود توحید است، هم در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و توحید حکم و غیره همیش بود. و بعد از این اسلام این دومین چی است؟ پابرجا بودن در عمل است و براءت کردن از شرک و مشرکین است. این دین همه پیامبران است. این دین فقط محمد صلی الله علیه و آله این خیلی نه. دین موسی، دین عیسی، بگیم اول دین عیسی، دین موسی، بالا اگر نظر کنیم دین ابراهیم، دین نوح و دین همه پیامبران، انا همین دین بود که یگانگی الله به تسلیم شوید، گفتهای الله اجرا کنید و پایبند شوید،
حلال و حرام الله کرده رو حلال و حرام گوید و به دیگر کسی اطاعت نکنید. خیلی که سوره توبه 31 دلالت میکند که یهود یک قسم مشرک شدند، در حلال و حرام به علماشون اطاعت کردند نه به الله و کافر شدند. و این چنین مشرک رو، شرک رو که هست براءت کنید، از این شرک براءت کنید. براءت یعنی تکفیر کنید، کفر است بگید، و از مشرکو براءت کنید، یعنی از شرک که دور شدید، از همون اهل شرک، کسایی که انسان هستند و مشرک هستند، از اونها براءت کنید، اونها را تکفیر کنید. براءت بدون تکفیر به وجود نمیاد. رکن تکفیر براءت است و رکن کفر بالطاغوت براءت است. و همین است ملت ابراهیم علیه السلام. سوره ممتحنه و 4 رو ما در هر صحبتمون بیان میکنیم و ما دعوت میکنیم اهل بدعتی که شاید اخلاص داشته باشد، کسی که صداقت دارد، کسی که در حقیقت حق رو میخواهد، والله یک نظری به ملت ابراهیم کنید. شما آیا از ملت ابراهیم خبر دارید؟ خیر بیاید، مدخلی ها خبر ندارد، مدخلی ها از دین پیامبر خبر ندارد، مدخلی ها به خاطر چی اومدن پیامبر خبر ندارد، مدخلی ها این جهمی های توجیک طاغوت پرست، اینها از ملت ابراهیم خبر ندارد. اما شما که علما مردم به صداقت شما گواهی میدادند، مگر از ملت ابراهیم خبر ندارید که الله ما را امر کرد که در ملت ابراهیم باشیم؟ ملت ابراهیم اصل و اساسش تکفیر مشرکین است. به تکفیر مشرک خیلی که علما اجماع میکنند ملت ابراهیم به وجود نمی آید. به براءت از مشرکین ملت ابراهیم به وجود نمی آید. انا همین است که سخنهای ابو عبیدالله متوکل از همه جانبی که در همونجا سخن کرده اند، از نظری یعنی بیان کردن عذر بودن جهل غلط است، خطا است، موافق قرآن و سنت است و گمراهی است. بعضی هم میگن که ابو محمد مدنی انا به ابو عبیدالله هم جواب داد. بله، به ابو عبیدالله نه، به تمام دنیا اگر ضرور شود مخالفت میکنیم. آیا میدانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در روز قیامت یک پیامبر می آید، جاء رسول و لیس معه احد. یک رسول در روز قیامت روزی است که همه پیامبران به امتشون می آیند. مثلا حضرت موسی می آیند به امتشون، امت موسی در عقبشون، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امتشون در عقبشون. از همه بزرگترین امت محمد صلی الله علیه و است. همه پیامبران، پیامبرانی که در قرآن نامشون هست یا نیست، هر پیامبری که در این دنیا آمدند، امتی که اونها رو قبول کرده است همراه امتشون می روند، همه همراه پیامبرش، جماعت توده. یک پیامبر می آیند که لیس معه احد، همراهشون هیچ کسی نیست. الله اکبر. آیا مشکلی در پیامبر است؟ شما چی میگویید؟ به همین سوال جواب بدید که آیا همین پیامبر خطا کردند، نتوانستند، کمبودی کردند، دعوت نکردند، وظیفهشون رو اجرا نکردند؟ نه، اعوذ بالله، این کفر است. این سخن رو کسی میگه کفر است، کفر میشود. بلکه پیامبر وظیفهشون رو اجرا کردند. خیلی که گفتیم وظیفه پیامبر و علما این رسانیدن است، رسانیدند، دعوت کردند شب و روز. خیلی که نوح علیه السلام میگن دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز دعوت کردم، زیاد نشد مگرم این که از من گریختم، الا فرارا میگن. اما مردم قبول نکرد. قبول نکردن مردم عیب پیامبر نیست. به خاطر مردم قبول کردن شده پیامبر دین الله رو هم دیگر نکردن. مثلا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به قریش مبعوث شدن در مکه، پیامبر همه قبول میکرد. در اول پیش از پیامبر شدن پیامبر همه احترام میکرد، صادق، امین، با آداب بهترین. اما بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر شدند، بعد از 40 سالگیشون که مخالف دین مشرکین برآمدند، همه مشرکا ضد پیامبر شدند. پیامبر رو بی آداب، پیامبر رو ساحر، مجنون تهمت ها کردند. و بالاخره از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که دینت رو بکن، در خونه‌ات نماز رو خون، چیکار خواهی بکن. همچنین پیشنهاد شد، اما به دین ما بدگویی نکن.
با گذشته های ما بدگویی نکن. یعنی بابای اوچه ما رو گمراه نگو که مرده و رفته بودند. این دین ما رو دین کفری شرکی و ما رو کافر نگو. اما پیروات کتی چی کاری میکنی دیگه بکن. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین راضی میشدند آرام در مکه زندگی کرده میگشتند. اما الله اجازه نداد و پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل رو انجام دادن حق نداشتند و نکردند. مقصد چیست؟ مقصد این که به خاطر پیشروی دعوت یا به خاطر راضی شدن مردم، به خاطر به مردم نزدیک شدن و نقص شدن، ما حق نداریم که جای توحید خواهیم کمی بگیریم و پرتویم به یک طرف. بگیم حاضر این لازم نیست، حاضر ما مردم دعوت نکنیم، حاضر رکن توحید بیان کردن شرط نیست، ما مردم به چی دعوت میکنیم اگر مردم به توحید دعوت نکنیم؟ توحیدی که شما دعوت کنید میگید این توحید در نزد ما این خیلی توحید وجود نداره. توحید ما این کفر بالطاغوت و تکفیر مشرکین است. اسلام همین است که ما میگیم اولین چیز عبادت غیر الله را ترک کنید و کسایی که عبادت غیر الله میکنن مشرکند و به عبادت الله بیایید. انا همین گپ است. بارک الله فیکم. البته سخنی من بینوت طولانی شد، اما دیگر علاج نیست. دیگر علاج وجود ندارد بجز اینکه ما طولانی صحبت بکنیم. سخنهای ما زیاد است، درد دل زیاد است، حجت ها زیاد است. اگر من صحبت بکنم حالا میتونم 2 ساعت دیگر صحبت بکنم، لیکن سخن زیاد اینقدر چیزی لازم نیست. مهم این است که مسئله روشن و واضح کرده شده باشد و ما بار دیگر تکرار میکنیم که به خاطر کسی دینمان رو دیگر نمیکنیم، به خاطر احترام فلان شیخ ما ساکت نمیشویم. شما چی فکر کرده ایستادید؟ کسایی که انا ابو عبیدالله گپ زده هم میگه، شما چی فکر میکنید؟ ابو عبیدالله مگر الهی من است؟ مگر ابو عبیدالله رو من به سر خودم رب گرفتم که ابو عبیدالله اگر مخالف قرآن و سنت سخن بکند من به او اطاعت میکنم؟ ابو عبیدالله مثل من یک بشر است. من به همون آیتی که سوره توبه آیت 31 است عمل میکنم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودا مشرک شدن به خاطر چی؟ علمای خود را رب گرفتن، در حالتی که علما مخالف قرآن و سنت صحبت کردن موافق شدن. ما این عمل را انجام نمیکنیم. چخیلی که حدیث عدی بن حاتم الطائی در روایت ما مسلم معروف است که اینها مشرک شدند نه به خاطر اینکه به علماشون سجده کردند، بلکه علما وقتی که حلال کردن حرام را یا که حرام کردن حلال را اطاعت کردند. الان یک چیزی حرام را ابو عبیدالله مبشر مسلمیان و دیگرها حلال میگه، یعنی جهل در شرک اکبر. البته حرام این حلال گفتن این چیز رو جایز گفتن این حرام است. اگر به این معنا هم اگر بگویم کمی برای ساده فهم شدنش، من اطاعت نمیکنم. شما ابو عبیدالله نه، شما یک انسان دیگر رو عرب رو بیارید، شما بروید یک علامه رو بیارید، شما از قبر یگان کسی دیگر رو خیزانید، قبول نمیکنیم. تو همون زمانی که سلف این امت اجماعشون ثابت است. این دین ما مثل دین است. این دین ما مثل سنگ نیست. شما فکر نکنید که مثل سنگ است، نه، مثل پولاد است، مثل آهن است. ما مثل آهن، مثل سنگ نه، مثل آهن و پولادیم، ذره تغییر نمیابیم. نه اینکه ما بدون حجت تعصب میکنیم، نه، برای اینکه ما دینمون را چنان با یقین و چنان با حجت قرآن و سنت گرفتیم که یگان جای شک و شبهه و تردد نداریم. تردد شما دارید که تو به حال نفهمیدید. این تردد شما، این شبهه شما، این در حیرت ماندن شما همان وقت گم می شود، نابود می شود که انسان پرستی رو از قلب به تمام نابود بکنید، الله پرست بشوید. احترام کردن یک انسان معناش این نیست که ما او را عبادت بکنیم. احترام کردن یک انسان معناش این نیست که مخالفت های او را نسبت قرآن کردهش را روپوش کنیم و احترام الله را زیر پا بکنیم و احترام انسان را از الله و رسولش بالا بگیریم.
احترام کردن یک انسان معناش این نیست که به خاطر او دین رو دیگر بکنیم. شما احترام رو غلط فهمیدید. همه عباره ها امروز غلط معنی داده شده است. احترام کردن حاجی میرزا این نیست که ما در روبروی او خاموش بیستیم، او الله را لامکان بگد و کافر بشود و به خاطر او ما احترام بکنیم و دین رو نرسانیم. نه، بلکه مخالفت میکنیم. احترام کردن ما ابو عبیدالله را، مبشر مسلمین را، این نیست که اونها هر چیزی بگویند ما اینها را قبول میکنیم. نه، احترام ما این است که ما تهمت نمیکنیم، ما دشنام نمیدهیم و سخنهایی که میگیم از جهل است یا از گمراهی است. این کلمه هایی که علما استفاده بردن و کلمه های یعنی اصطلاحی طالب علم علما است استفاده میبریم و به قرآن و سنت بیان میکنیم و احترام الله و رسول و دین و سلف صالح از همه در نزد ما بالاست. کسی میخواهد خرسند است بخواهد و خرسند شود، کسی نمیخواهد و خرسند راضی نمیشود راضی نشود. والله بالله تالله به ما اهل توحید رضاگی یگان نفر رضاگیش ضرور نیست. قسم به الله من درس‌هایم رو صحبتام رو به خاطر رضا کردن کسی نمیگم. ان شاء الله دعا میکنیم که در همین منهج حقیقت ما رو نگه بدارد. حق باید گفته شود، کسی نباشد باید خطاگش گفته شود. سلف این امت در زمان خودشون اهل بدعت رو گفتند و امروز الحمدلله ما نجات یافتیم و امروز ما میگوییم شما نجات مییابید. از این بلکاده، از این پنهان کردن عقیده بیرون شوید، بالاخره یک کاری کنید بیرون شوید. اینها تجارتی که دارند سبحان الله، این اهل بدعت مردم رو عاشق خود کردند، به مردم جهل رو عذر دادند، مردم رو گفتند کیف کنید و بگردید. شرک را شرک گفتند و مشرک را مشرک نگفتند. این چی دعوت است؟ این چگونه دعوتی مسخره بازی است؟ شرک بوده است و اما آدم مشرک نمیشده است. پس مشرک هیچ وقت شرک را ترک نمیکند. بالاخره مردم را به خودشون مخلص کردند، خودشون را در بین مردم دوست داشته کردند، به خاطر اینکه به مشرک معقول است وقتی که میگید که عمل این عمل شرک است که شما آدم مخلص هستید لا اله الا الله، میگید بین آدمی با آدم هستید شما مشرک نمیگید و برای شما پول میدید، مال میدید، خانه میدید، زن میدید. از همین جهت میبینید صوفی های قبوری دخترای مردم میگیرند و پولای مردم میگیرند و ریکت شده ایند. یا این حاجی میرزای تاجیک ببینید، این متردی گمراه کلامی طاغوت پرسته، یا این دیگر علمای مرجئه رو ببینید، یا این کسایی که دفاع از مشرکین میکنند، یا این مدخلی ها رو ببینید، دفاع مشرکین طاغوتین رو. وقتی که ما میآییم حقیقت رو میگوییم، بیزنس اینها، تجارت اینها، مخلصای اینها، همه سیستم اینها، برنامه اینها از همه ریشه اش نابود میشود. مردم میگن سبحان الله، این 10 سال 20 سال ما که قربان اینا میشدیم، خاک پای اینها را میخوردیم، امروز این ما فهمیدیم که ما خودمو گمراه بودیم، از خر خانه ما دیده گمراه تر بودیم. مردم وقتی که زنده میشوند بعد مردم به ضد اینها میبرن که چرا حق رو نگفتی، میگن که یا حق قبول کن توبه کن یا که از او دست میکشند. و به خاطر همین اینها وقتی که ما سخن میکنیم اینها به تکاپوک میغلطند، اینها به هیجان میغلطند، اینها به هر صورت میخوان خود را دفاع کنند. چهلی که از مدخلی و تاجیک از محمد شریف برای اینو به تکاپوک غلطید. مبشر مسلمیان را، برادران موحد افغان اینجا این طور شاگردان مبشر مسلمیان که الحمدلله بچهای توحیدی هستند و حقیقت رو فهمیده هستند، این طور هجومش کردند و به حق دعوتش کردند که به خاطر دفاع خود هر تهمتی رو میخواد در حق ما میگوید. مهم چی است؟ مهم همون مثل پیشتر آبروش بیست. حالا کار بجای رسیده است که حق رو گفتن و حق رو قبول کردن نه، آبروی خودش رو نگه داشتن رو انکنون شروع کرده است. و همچنین است دیگر علمای طاغوتین هم همچنین است، شما بشناسید. بارک الله فیکم. من امیدوارم که این سخنهای من برای شما کافی است و این بین جواب منهجی طولانی و جوابی فکر میکنم بین ساده و عادی فهم برای شما بود و از الله دعا میکنم
که این جوانهای ملت مرا، جوانهای امت را از مردان و از زنان الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکند و به سوی توحید بازگرداندشون و موحدین بکند و موحدین را در توحید ثابت قدم بکند و شک و شبهه هایی که اهل بدعت میکنند اونها را از اهل توحید بردارد و مردم را از شک و شبهه دور بکند. ای الله، خودت صاحب این دین استی و خودت صاحب حق استی. اولیاءت را، اهل حق را ظاهر کن و به اونها نصرت بده و اولیاهای شیطان و مشرکین را، اولیاهای طاغوت را، دوستان طاغوت و مشرکین را الله خوار و ذلیل بکن و باطل بودن اونها را نشان بده. ای الله، قلب همه مردم در بین دو انگشت تو است که به کجای خواهی اونها را میگردانی. قلبهای ما را به سوی هدایت بازگردان و در هدایت ثابت قدم نگه بدار و به حسن خاتمه ما را از این دنیا بگیر. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.